میدونستی اضطراب جدایی فقط گریه یه بچه کوچیک نیست؟ یه نوجوان یا بزرگسالم میتونه این اضطراب رو تجربه کنه. اضطراب جدایی یعنی موقعی که کودک یا نوجوان از محیط امنش یا خانواده دور میشه و احساس ترس و نگرانی شدیدی داره. این میتونه باعث عصبانیت یا گریه موقع جدا شدن، بهونه برای نرفتن به مدرسه و مهمونی یا بیخوابی و کابوس‌های شبانه و حتی دردهای شکمی و سردردهایی که بدون دلیل جسمی باشن بشه. اگه این رفتارها رو دیدید، نگران نباشید، میتونیم کمکشون کنیم و ساده ترین راهکار اینه که یه عروسک یا یه ماشین کوچولو رو بهشون بدیم و وقتی که از ما دور میشن این باعث میشه که احساس امنیت داشته باشن و اضطرابشون کمتر بشه. یا حتی یه عکس خانوادگی همراهشون باشه تا هر وقت احساس نگرانی کردن اونو ببینن و حس امنیت رو دوباره به خودشون برگردونن. اگه شما هم تجربه از اضطراب جدایی کودک یا نوجوان دارید توی کامنت ها برام بنویسید.